نیش عقرب نه از ره کین است، مقتضای طبیعتش این است. این نیش عقرب، این مثال بحث عقرب نیست، بحث انسان است. انسانهایی که عقرب گونه هستند، یعنی گویا طبعشون نیش زدن به دیگران است، اذیت رساندن به دیگران است. طبیعتشون اینطوری شده است دیگه، از بس این گونه تربیت شده اند. طبعشون آزار رسانی و شرارت است که اگر احیانا دستشون برسد زمین و زمان به هم میریزند. اگر دستشون بیشتر از این میرسید همه چیز را برباد میدادند، همه کس را گرفتار میکردند. ولی خب بعضی دیگه دستشون نمیرسد، توانشون نمیرسد بیشتر از این. ابیات معروف شیخ سعدی هست که میگه گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. وان دو شاخ گاو اگر خر داشتی، یک شکم در آدمی نگذاشتی.